یعنی موقع مسابقه خب من این همه تمرین میکنم که مسابقه موفق باشم. روی مثلا میگم یه ورزشکاری میره توی اون حالا دوشک زمین شرجی که میره وای میسته، باید تو آماده ترین حالت ممکن باشه دیگه. احسن دقیقاً. امکان داره پرنده‌مون تو آماده ترین حالت ممکن از دید من پرورش دهنده نرماددار سالم هست پیش اومده، برای خودم هم پیش اومده. نرم هست، ماده‌ام سالمه، جفت میکنم تخم نمیکنه، جفت میکنم تخم میکنه، تخم شنی میشه، جفت میکنم ماده تخم‌ریز میشه، جفت میکنم جوجه ها نقطه سیاه میگیرن، جفت میکنم، یعنی جفت میشه، نطفه هم میزنه، جوجه باز نقطه سیاه داره تلفات میکنم. حیوان خوب بوده که اومده تخم کرده نطفه زده دیگه، چرا باز نقطه سیاه داری؟ این از کجا اومده؟ من تایلوزینمو دادم، رونیدازولمو دادم، اکسیژنمو، حالا هر چیزی، قطره پشت گردنیمو آیورمکتین زدم، نمیدونم اسکات زدم، دورامکتین زدم، سلامکتین زدم، برندایی که داره میاد تو ایران دیگه به قیمت‌های خیلی بالا فروخته میشن. پس چرا من دوباره نقطه سیاه دارم؟ اورنیتوز حالا اومده بالا، من این کارا رو انجام ندادم. اینو چیکارش کنم؟ من از همینجا میگم تا شما این کارا را ضد مایک زدایی، واک زدایی، انگل زدایی اینا رو انجام ندین، هیچ دارویی اصلا فقط لحظه‌ایه، نقطه‌ایه، درمان نقطه‌ایه. یه چند روز قطع کنیم بیماری برمیگردی، یه ماه دیگه، 4 ماه دیگه، 3 ماه. ببین در موقعی برمیگردی که یه استرس به حیوانت بخوره. حالا استرس چیه؟ استرس تغییر فصل. شما بترسونم که شما استرس بگیرید. ما تغییر فصل داریم، جوجه کشی تموم میشه، میریم تو طولکی نور رو کم میکنیم، یه استرسه، این اسمش استرسه. استرس اینه. مثلا اون استرسی که باعث لک میشه. ما میایم نعره رو از گله میذاریم تو جای تکی، این خودش یه جابجایی استرسه. لول مقاومت بدن حیوان بالا باشه، حتی اگه از این قفس برداریم بکنیم تو جا ببریم تو اسپانیا مسابقه، هیچ نمیشه. چون عامل بیماری اجازه ندادیم تو خون این حیوان نه اون استرس فعال بشه. اصلا نه استرس هم بگیره، برعکس استرس باعث بروز بیماری نمیشه، چون عامل بیماری تو بدن حیوان نیست. حیوان سطح هورمونش بالا پایین میشه، اینو انسان سطح آدرنالینش که میره بالا احساس دلشوره میکنی، ولی خب بهبود پیدا میکنه، حتی مفیده برای بدنت، در بعضی مواقع مفیده. و تو بقیه مثلا پرنده هم همین قاعده، ولی وقتی شما به قول معروف مشکل معده داشته باشی، آدرنالین بره بالا، خب اسید معده ترشح میکنه، بدتر معده درد بگیری، نشون میده کجات مریضه. احسن. اینا هم همینه، استرس وقتی که زمینه مشکل باشه، استرس باعث فعال شدن اینو چاشنی کار میکنه. مادر همه بیماری‌ها میزنه بالا، استرسه. چرا؟ چون استرس وگرنه من یکی از افتخارات بعضی از این پرورش دهنده‌های خوب ما اینه که ما اصلا حیوان دست نمیگیریم. پس چجوری میخوام حیوان رام کنم؟ چجوری این باید این حیوان آروم کنم که آروم بره تو جفت، آروم باشه موقع جابجایی تو نمایشگاه، مثل سهره رو رام میکنن. همه یه سهره بازایی ما میدونن سهره باید رام باشه تا بره تو جفت. استثناءات کار ندارم، در کل دارم صحبت میکنم. همه یه سهره بازای ما میدونن که سهره باید رام بشه، چون تمام لذتش اینه که نفس سهره تو دست بگیری واسه بخونی، همش برای لذتشه دیگه. این حیوانو وقتی دست میگیری سکته میکنه یه جای کار میلنگه، وقتی از یه قفس میندازی توی یه قفس دیگه 2 روز ساکته یه جای کار میلنگه، اصلا وقتی جابجا میکنی تو لک میره یه جای کار میلنگه، وقتی نور شروع میکنی نور سالن تو حیوانات یه سری پرول میکنن یه جای کار میلنگه. اصلا تو یه سری سیستم پرورشی باید خودمون به زمین نیست. مثلا تو سیستمایی که ما خب میگن اصولا همیشه ماده رو زمان جفت میندازن کنار، برعکس. آره. شما این خودش یه چیز علمی داره که نه رو وقتی شما بگیری اون استرس رو وارد میکنه دیگه، نمیتونی حالا ما میگیم حیوان سالم استرس بهش وارد شه مشکل پیش نمیاد. حالا ما در واقع حیوان سالم هستم حرف میزنیم، اون استرسی که من باعث میشه حداقل 24 ساعت نطفه بره. اون سیستمایی که مثلا یه نر 2 تا ماده میکنن میگن تا جای ممکن قفسه‌ای استفاده کنه که شما نیاز به گرفتن نر نباشه، با کشیدن وسطی نر از این حالت استرس از این ماده سوار کنی وصل کنی به اون یکی ماده که به قول معروف نطفه بگیره، تو اولین جفتگیری نطفه فعال تولید بشه. یه پرورش دهنده موفق تو استرالیا است، یکی از قهرمانای بزرگ یورکشایر دنیاست.
یه اسمشو فراموش کردم، یه نر یورکشایر داره با 4 تا ماده، حالا پرستارم داره، کاری نداره، به راحتی تعداد جوجه خیلی سالم و تو خوب لول بالا تربیت شده. این حیوان ببین به چه سلامتی رسیده که نره توی قفس جداست، در قفس باز میکنه، قفس رو برمیداره، باز میره تو، جفتگیریش انجام میده، برمیگرده تو قفس. ببین لول پرورش چقدر حرفه‌ایه، چقدر اصول اولیه درست انجام شده که پرنده به اون لول رامی و جفتگیری رسیده. استرس سطح نداره، علم حیوان پرنده آرومه. پرورش دهنده قناری چقدر بالاست که به این لول رسیده. چرا؟ چون اصول اولیه رو انجام داده که تا اورنیتوز نرسیده. اورنیتوز داشته باشی باکتری داری، انواع اقسام باکتری، قارچ داری، شک نکن، مایت داری، برعکس شد دیگه. ما اول مایت رو گفتیم، بعد کوکسیدیوز رو گفتیم، بعد قارچ رو گفتیم، بعد باکتری رو گفتیم، بعد اومدیم قارچ اورنیتوز. نگفتیم ولی قارچ هم قارچ مثل بازیکن آزاد همه جا هست. قارچ همینجوری. آخه یه نکته اینجا هست در اتمام حالا اثرات استرس، یعنی این گفته سعی که استرس مادر همه بیماری ها شکی توش نیست. بله. به نظر من این گفته اینم شکی توش نمیتونه باشه که سیستم ایمنی هم تنها راه مقابله با همه بیماری است. بله. یعنی باید خروجی هر سیستم پرورشی افزایش توان و قدرت سیستم ایمنی باشه که حالا به صورت مستقیم رابطه داره با اورنیتوز، چون اورنیتوز همیشه هست. بله. سیستم ایمنی اینا همیشه سرکوب نگه داره. سیستم ایمنی بیاد انگل درگیرش کنه، زور این با این خودش سرگرم کنه. من یه مثالی انگل، مایت، فلان بیماری‌های دیگه. برمیگردیم به رسمی بلند ایران که از چه نژادهایی درست شده. ما باید بدونیم که مثلا تکیاخته مثل تریکوموناس تو نژادی مثل یورکشایر یا لانکشایر درصد بالاتری داره. بی‌نطفگی تو یورکشایر، لانکشایر به خاطر درگیری بیشتر با اورنیتوز درصدش بالاتره. یه سر رسمی بلندمون از یورکشایر دیگه. باید بدونیم تو نژاد مثل جیبر جیبوس که حالا ترکیبی زدن گذشته‌های ما اومدن کار کردن، بیماری‌ها رو باید بشناسیم که بتونیم این رسمی بلند رو به اون لولی که هست برسونیم. یعنی تیتر خونیشو باید بدونیم که چه بیماری‌هایی رو اینا مقاومت بیشتری دارن، چه بیماری‌های مقاومت کمتری دارن. تخصصی در مورد رسمی داریم صحبت می‌کنیم. ضد مایت استفاده کردن برای همه نژادها هست. ضد عفونی آبدون برای همه نژادها هست. ولی اینکه چه سیستم دارویی بگنجونیم تو برنامه‌مون که چه بیماری‌هایی رو اینا بیشتر از نژادهای دیگه میگیرن. فاکتور قرمز تریکوموناس بالاترین حدش تو تمام نژادهای قناری. ضد کوکسیدیوز هم بر تکیاخته هم خیلی حساسه. حالا چرا؟ اونی که ساخته باید بیاد توضیح بده چرا. ولی هست بالاترین لول تحقیقات نشون داده که اینجوریه. اصلا تیتر خونیش به قول شما چون ثبت شده، یعنی این دیگه. ما تو کلیپ‌های قبل میگفتیم رسمی بلند و فقط رفتن شکل ظاهرش ثبت شده، هنوز ما پر رسمی بلند ساخته نشده، چه برسه به تیتر خونی، چه برسه به رگ خونی. فرق رگ خونی چیه؟ به چی میگن رگ خونی؟ اینا کوتاهی هم بدیم. همینجا کلیپ‌های قبلی گفتیم، الان مجموع کلیپ‌های قبلی با یه چیز اضافه تر. ساختن خط خونی حداقل 20 سال زمان میبره. ما 6-7 سال طول میکشه حیوانمون از لحاظ خونی تمیز بشه. اصول اولیه پرورش رو رعایت کنیم. 7 سال طول میکشه اصلاح نژاد کنیم، بعد اصلاح نژاد 7 سال طول میکشه خط خونی بسازیم که کپی برابر اصل، کپی برابر اصل، جوجه مو نزنه. یه وقتی برسی به اصلاح نژاد تازه اصل کارت شروع میشه که خط خونتو یه جوری درست کنی بچینی، چون خط خونی توضیحش خیلی زیاده. شما باید لاین درست کنید که کار سختیه و زمان بر. یه سری اصول داره، این اصول انجام میدیم. حالا داروهاش هم که فکر کنم بالای 10 بار گفتیم چه چیزایی باید استفاده بشه. یه چارچوبی داره، اصلا چیز اضافه بر سازمانی نیست که ما داروهای ضد مایت رو استفاده کنیم. S76 خطر پشت گردنی، داروهای ضد عفونی کننده‌های جون استفاده کنیم. برای بار چندم داریم میگیم
ضد عفونی کننده‌های آب استفاده کنیم، اسپری استفاده کنیم. حتما داروی پاکسازی میخواین از مارکای بیرون استفاده کنیم، میخواین از برند شخص همین یا تیمی که داریم استفاده میکنیم استفاده کنیم، ولی این اصول رو باید رعایت کنیم تا درگیر درگیر نقطه سیاه نشیم. حالا این نقطه سیاه از چیه؟ کلی دارم میگم، یک تا زیر 3 روز میشه سیرکوویروس در کل دارم. عامل بیشترش درصد بالاتری، نه که 100% سیرکوویروس مثلا ایکولای نیست فلان نیست فلان نیست. 1 تا 100 نمره بدیم درصد بالای سیرکوویروس. بعد میاد کوکسیدیوز، بعد میاد عاملای محیطی بیشتر باکتریه. وارچ هم که همیشه هست. همیشه باید مثل ضد کوکسیدیوز ماهی 3 روز، مثل ضد ماهیتا حالا بسته به فصل تغییر میکنه. بعضی فصل‌ها می‌بینی ماهی 1 روزه، بعضی فصل‌ها می‌بینی 2 ماه 1 روزه، بعضی فصل‌ها می‌بینی 2 هفته 1 روزه. ضد قارچ هم حالا یا میتونین از چیزی که خودمون استفاده می‌کنیم استفاده کنین، یا می‌خواین از ضد قارچایی که بیرون هست طبق دستور استفاده کنین. اثر نداره. حالا اثر داره یا نداره رو پرورش‌دهنده خودش تصمیم. پرنده باید به ما بگه که آیا ما این چیزی که داریم مصرف می‌کنیم اثر داره یا نداره. نه آخه صرفا من این حرفو به عنوان یه پرورش‌دهنده میزنم، نه حالا به قول معروف چون حالا امتیاز فروش دارو هم دستمون نمیگم، وگرنه هدف ما کمک کردن، اصلا این اقدامات، این نشستن و صحبت کردن رسوندن اون تجربه موفقیه بدون هزینه به قول معروف به دوستانمون که حالا به همه پرورش‌دهنده‌های ایرانی که به قول معروف کار وطنیه دیگه. ما به عنوان چیزی که دینی که حس میکنیم گردنمونه رو داریم ادا میکنیم، وگرنه نه تو بازار ایران، تو بازار دنیا هم هیچ داروی ضد قارچ نیست که اثراتی که ما امروز روز درگیر اون بیماری‌های قارچی هستیم به وسیله اون برندها بتونیم اونا رو مهار کنیم. تو فاز پیشگیرانه بحثش فرق داره با سیستم درمان. کشورهای دیگه به لول پیشگیری رسیده. آره امروز روز چون شما نسبت به علائمی که مثلا یا خبرایی که تو سیکل جوجه کشی امسال دارم دوستان میبینن، ببین مشکلات سنگدونی، مشکلات دهن نهنی، حالا علاوه بر اینکه چند تا خانواده مثلا گروه‌های مایتی، قارچی، انگلی همزمان فعال شدن، برای اینکه بخوایم با این محصولات و برندها بریم تک تک اینا رو درمان کنیم، به قول معروف یه جورایی تداخل دارن داروهایی که الان به صورت برند تو بازارن. به قول معروف برای همین نیاز به یه به قول معروف تاکتیک جدید برای مصرف داروهامون داریم که به قول معروف نه که این فرمول، این دارو، این محصول بد نیست، برای امروز روز نیست، جاش الان نیست. آره نباید به این مرحله میرسید، وگرنه شما الان تو بازار همه محصولات نیستاتینه، شما بیای نیستاتین بدی حیوانات مقاوم بشه به نیستاتین، خب کارت تو اورنیتوزی که همیشه هست باش هر جور حساب کنی جزء چیزاست، موقتیاست، جزء بیماریاییه که شما کنترلش میشه قارچ به وجود بیاد. ولی اورنیتوز جزء فلور طبیعی روده است. سیستم ایمنی هر چیز استرس تابستون هم میتونه فلور روده رو سیستم ایمنی رو کاهش بده کنه، ممکنه اورنیتوز بزنه اصلا کل دنیا میگه شما میخوای تست سلامت اورنیتوز بگیری که بعد از زمان طولکیه. چرا؟ چون تو طولکی باعث میشه اورنیتوز خود به خود بزنه بالا، ضعیف میشه پرنده تو ضعیف‌ترین حالت ممکن. پس شما بیشتر باید به فکر سیستم ایمنی باشی. تا به قول معروف یه خواهش دیگه ای هم دارم از این پرورش‌دهنده‌های عزیز ما که خواهش میکنم این حرفایی که ما زدیم و حرف خودمون نیست، علم روز دنیا، یافته هامون تا به این لحظه تا به الانه. اشتباه برداشت نکنین یا مثلا فکر کنین ما این حرفا رو از خودمون میزنیم. مثلا یه آقای هادی محسنی زنگ میزنه به آقای ابراهیم احمدزاده، آقای احمدزاده جوجه من قارچ گرفته چیکار کنم؟ برو فلان چی رو بده خوب میشه. خب این قارچه از کجا اومده؟ عامل اولیه بیماری یا عامل ثانویه؟ این سوال پرسیده نمیشه. از بیرون اومده؟ دوستانی که دارن مشاوره میدن، دارن کمک میکنن به این صنعت، خواهشن
یه جوری من محسنی که به من تماس میگیرن با من یا با شما یا همه دوستان زحمتکشی که دارن زحمت میکشن تو این کار، اصلا مهم نیست اون شخص کیه، یه خورده ریزبینانه تر، یه خورده حالا جمعی میذارن، پرسش پاسخی میذارن، هر چیزی که هست، بیایم بدونیم از کجا باید سوال بشه، چه سوالاتی باید بشه که بتونیم کمک به منی که نمیدونم سرش کجاست تهش کجاست. چرا میاد آخه به نظر من از اون مهمتر میزنم، مثل ببخشید طرف اومده یه سال زحمت کشیده حالا به مشکل خورده، یه نمیدونم ساده خیلی از مشکلات حل میکنه. مرجع دامپزشکی داره تو کشور. وقتی یکی به من زنگ میزنه آقای محسنی قناریم اینجوری شده اینجوری شده اینجوری شده، من باید طرفو بفرستم آزمایشگاه. علم غیب که ندارم. اصلا به اصول اولیه رو نه اینو میخوام بگم، اصول اولیه رو ما گفتیم، اصولیه که علم دامپزشکی اینو پیدا کرده، دامپزشکا اینا رو پیدا کردن، من که پیداش نکردم. بله. کسایی که محقق علوم دامی هستن، حالا یا قناری یا مرغ یا صنعتی یا مثلا تزئینی سنتی، حالا هر چی، اون دامپزشک عزیز رفته اینا رو پیدا کرده. ما رفتیم گشتیم تخصصی قناری رو پیدا کردیم اومدیم داریم میگیم. سرشو باید بدونم، تهش هم باید بدونم. آخه یه سری دوستان هم ببین وقتی سوال اشتباه پرسیده بشه تصادفی خب جواب اشتباه هم من پرورش‌دهنده‌ام، عاشق قناریم آقای همت‌زاده. درسته یه سری کمکاری کردم نرفتم یاد نگرفتم، مرجعی نبوده که به من یاد بده. اومدم از شما که تجربه بیشتری یه سوال میکنم. آقای ابراهیم جوجم نقطه سیاه گرفت داره میمیره، چیکار کنم؟ کار راستم برام. حالا شما تا امروز روز که یاد گرفتی فهمیدی چیکار باید بکنم؟ کجا باید این پرنده رو باید کجا ببرم؟ باید ببرم دامپزشکی دیگه. بگم آقا این پرنده مریض شده، اولش همینه. میخوام علت بیماری رو پیدا کنم. حالا علت بیماری باکتری، قارچ، این چیز دوستانی که بردن آزمایشگاه دارم میگم، کلی دارم میگم. دامپزشک محترم آزمایش میکنه، آنتی بیوگرام، آقا فلان باکتری داری، قارچ داری، فلان دارو، نمیدونم اینو داری، مایت پوست داری، مایت پر داری، مایت فلان جا رو داری، مایت کیسه هوایی داری. خب این مسئول آزمایشگاه اینو داده به شما، وظیفه‌شو انجام داده به نحو احسن. شما باید طبق اطلاعاتی که جمع آوری میکنی از این مرجع علمی میبری پیش کسی که دامپزشکی که تخصص قناری داره. بله. چون علم پزشکی شاخه‌های مختلف داره، سابقه تجربی هم داشت. دکتر چشم داریم، دکتر گوش داریم، دکتر قلب داریم، کلیه همه جداست. یه چیز عمومی رو پزشکای محترم ما میخونن، بعد هر کی میره سر تخصص خودش. دامپزشکی ما هم همینه، اشتباه برداشت نشه. ما به وقتی نگیم دامپزشکای ما نمیدونم اینجوری بودن، چون من شنیدم میگن دامپزشک موظفه نگاه کنه عامل بیماری رو به شما بگه برو فلان آزمایشگاه آزمایش بده، نتیجه رو شما باید از کسی که تخصصی قناری هست شما سوال کنی، وگرنه مرغ یه برنامه جدا داره، گاو یه برنامه جدا داره، همه چی یه سری اصول جدا داره. اصول اولیه تمام اینا یکیه. من میام مثال میگم به عنوان یه کسی که یه خورده تحقیق کرده تو این کار، فقط همین فرق من و شما همینه، من یه خورده بیشتر خوندم. میگم اصول اولیه اینه، همه دامپزشکام تایید میکنن. ضد عفونی آب و دون، اسپری ضد مایت ها، ضد انگل ها، تکیاخته ها، مراقبت ویژه، نظافت، تحلیه، این کارا رو باید انجام بدی. ضد مایت ها ما گفتیم ضد مایت باید استفاده کنیم، درسته آقای دامپزشک؟ میگه بله. چی باید استفاده کنیم؟ میگه فلان چیز و فلان چیز. میگم این برند چطوره؟ میگه این خب یک دنیاست دیگه. ضد عفونی دون چی استفاده کنیم؟ توکسین بایندر. خب کدوم توکسین بایندر؟ کسی که عملی استفاده کرده باید بگه کدوم، چون قناری پلیت که همیشه نمیخوره، داره دون میخوره، دونه باید تمیز بشه. چجوری باید تمیز بشه؟ با ضد عفونی کننده کسی که این کارو کرده. دامپزشک محترم فقط به ما میگه از توکسین بایندر. خب اون بنده خدا که قناری نداشته ببینید کدومش جواب میده. بعضیا با بو و مزن قناری کم میخوره یا میخوره زبونش میسوزه از اون، چون اسیدیه دیگه، اسید خیلی بالاییه توکسین.
اینا رو باید شما طبق تجربه یا دامپزشکایی که تخصص قناری دارن سوال بشه. حالا ما اینا رایگان داریم اختیار شما میذاریم. یه سری از کارا رو باید انجام بدیم، یه سری رو نباید انجام بدیم که دچار نقطه سیاه نشیم. نقطه سیاه از کجا میاد؟ از سیرکوویروس پایه مایتی، از آتوکسیپلاسموز پایه کوکسیدیوزی، از پایه قارچی، از پایه باکتریایی که سرشون اورنیتوزه. باید ببینیم از کدوم یکی از ایناست. حالا ما منبعی نداریم، ما کسی رو نداریم که به ما بگه کجاش سرشه کجاش تهشه. ما اومدیم تحقیق کردیم، آزمایش کردیم روی سالن خودمون، گفتیم آقا سرش اینجاست تهش اینجاست. هر کیم دلسوز این کاره ما با آغوش باز میپذیریم، کمک هم میکنیم، کمک ما هم میکنه که کمک بقیه بشه که سرش اینه تهش اینه. خواهشان دوستان عزیز، اونایی که تجربه علمی مثل من پایینی دارن تو این کار، از مشاوره دادن صرف نظر کنن. چون من دیدم میگن فلان چی یه قطره بنداز تو دهن قناری خوب میشه، یا فلان کرد. ببین آخه تو این فلان مثلا چی نده قناری مراجع علمی نده، آفلاژین نده خون قناری لرزید میشه. یه سری حرفایی که S76 دارم حیوانم پر ریخته، این حرفا زیاد هست. حیوانت پر ریخته چون خب حیوانت مایت داشته، مایت خونی. من آفلاژین دادم حیوانم مرده. پرنده‌ای که سطح مایت بدنشون بالا باشه، مایت اولین کاری که میکنه اسید گوارش رو به شدت پایین میاره. استرس شدیدی از میگن ضد انگلا رو با داروهای کرم ها، منظورم چپش، مایت، کرم، این چیزا رو با اسیدی کننده ها ندیم. من دو دوستان چندی تا برنامه به قول معروف لایو درباره همین نقطه سیاه که خروجی همه ایناشون هم این بود که اولا هیچ چیز علمی، مبنای علمی تو گفته‌هاشون نبوده. دوم اینکه به قول معروف آخرش رسیدم به مصرف آنتی بیوتیک، یعنی چون آنتی بیوتیک فقط تو دسترسشونه. یک علم پرورشی رو برای مقابله با این افزایش سیستم ایمنی بلد نیستن. اصلا هیچ این علم هیچ ربطی با تجربه نداره. استاد نباش بالاتر از این حرفا، 20 سال نباش 100 سال تو این کار. وقتی یه راهی داری اشتباه میری، شما اشتباه داری و نیازی هم نیست آقا بیای اشتباه خودت هم تکرار کنی، خودت رو داری خراب می‌کنی. وگرنه اونی که میفهمه فهمیدن دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. امروز نفهمن تو چی داری میگی، فردا میفهمن. چون تلفات رو میبینه، من تلفات دیدم. یا اینکه این حرف شما به قول معروف بهش یقین داری یا داری میگی، یا یه نیت سویی پشت این حرف. که در دو صورت لایو گذاشتن شما منتفیه. یعنی هر دو، اگه اطلاعات غلط داری، اطلاعات ناقص، واسه ما گفتگو می‌کنیم. ما هم اینجا چندین بار گفتیم ما آماده مناظره با هر شخصیت علمی هستیم. اصلا مناظره به باب پیشرفت این کاره، پای مسئله علمی، باب تبادل علم. اصلا بعضیا سوء برداشت نکنن بگن ما مثلا یا سر جنگ با یه سری حرفا هست دیگه. خوشحال میشیم اگر بیان تیم دامپزشکی تشکیل بشه، تیم تحقیقاتی تشکیل بشه. باید بشه. اونو به اون لول برسونیم که برسیم اصلا جواز ورود به مسابقات جهانی یا تو انگلستان که از همه بالاتره رو داشته باشیم، یا توی برزیل یا توی پرتغال یا توی آلمان یا توی بلژیک، هر جای دنیا پرندمون توانایی جابجایی داشته باشه که با خیال راحت بره اونجا مسابقه مقامش هم بیاره. حالا بحث مالیش که به دنبال این 100% تنها راه این که به این اهداف برسیم درسته برگزاری نمایشگاه، عرضه معرفی قناری‌های ایران، اینا همه رو خیلی مهم و رابطه مستقیم تو فروش داره، ولی قهرمانی جهانه که ویترین اصلی قناری بازی دنیاست. مسابقات معتبر برگزار کردن، نه قهرمان مسابقات معتبر شدن. بله. این خیلی فرق داره که من تمام همقبمون رو کلی مؤسسه بذارن به برگزاری آخرم کم و زیاد نشه. وگرنه برگزاری قرار شما چرا هیچکی به فکر برگشتنده نیست، همه فقط به فکر اینن که خودشون یه افتخاری برای خودشون کسب کنن. باید به فکر خودمون باشین. آقای اوز رئیس فدراسیون پرنده شناسی ترکیه زحمت کشیدن اومدن ایران، یک کلاس علمی برگزار کردن به گفته خودشون که
پرورش‌دهنده بزرگیه تو ترکیه آقای اوزو. رئیس فدراسیون، خب رئیس فدراسیون حتما بالا علمی بالایی داره که تونسته به اون لول ریاست برسه، چون هر کسی نمیتونه تو جای ریاست اینجور چیزا بشینه، باید سطح علمش خیلی بالاتر از خیلیا باشه. گفته من رئیس فدراسیون یا قهرمانای ترکیه سالی چند بار میتونیم قناری ببریم، مثلا انگلستان مسابقه یک بار. چرا؟ انگلستان هم نه، یک بار به اروپا. چرا؟ اروپا یک بار. حالا چرا؟ هر کشوری اصلا مهم نیست. نه انگلستان چون مهد قناری جهان، همه اتفاقات مهم انگلستان میفته. کار سختیه دیگه. کار سختی. کی داره این حرفو میزنه؟ خودش جزء از قهرمانای بزرگ دنیاست. اصلا به نظر من تو سیستم درمانم که حالا یه چیزای گفته‌های نکته من اونجا می‌خواستم بگم این بود که ما مثلا معیار پذیرش حرفامون مسائل علمی باشه که مبنای گفتگوی اون مثلا اون گفته این پرورش‌دهنده این پرورش‌دهنده کیه، مثلا استرالیای قهرمان چند دوره شده فلان شده رئیس فدراسیون. آقا نگه خدا اینه که آقای عضو چیزا طبق گفته های آقا من با چیز کار دارم. ما کلاس شرکت کردیم، حالا تو مباحث تغذیه یا درمانشون کاملا اشتباه داشتن اطلاع رسانی می‌کردن نسبت به علم روز قناری جهان. من یه چیزی بگم، این همه محصول پروتئینی وقتی تو بازار باشه ایشون بیاد سویا رو به عنوان پایه پروتئینی معرفی کنه، از نظر من دو حالت بیشتر نیست، یا اینکه قصد نمیخواد چیزی یاد بده یا به قول معروف بسته به انتظاری که براش پیش آورده پرورش‌دهنده ایرانی داره اینو میگه، یعنی میگه این در حد سویا میدونه من سویا رو بگم که این متوجه چیه. ما یه بحثی چرا اینجوری باید اون فکر کنه؟ من کلاس اولی میام با یه پروفسور بشینم صحبت کنم، طرف بخواد به من یه سری چیزا رو بگه من مغزم هنگ میکنه. طرف داره قناری میبره مسابقات جهانی، مگه میشه اورنیتوز نشناسه، آتوکسیپلاسموز نشناسه، مایت نشناسه؟ چطور میتونه تو یک کلاس یک ساعته بیاد اینا رو توضیح بده؟ نه اون بنده خدا منی که از این خبر ندارم اتفاقا اعتماد به نفس کامل میام در مورد پر سوال میکنم، پر قناری رو چجوری جفت بزنم. نه میگم ایشون بسته به سوال‌های اصلا بسته به سوال‌ها و سطح توقعی که برای پیش آوردن برایش از منظر پرورش‌دهنده ایرانی اطلاعاتش قبل از اون کلاساش دسته‌بندی میکنه، خودش رو آماده میکنه برای چیز. وقتی یکی از سوالای اشخاص اول فدراسیونی ما مثلا اثرات یه ویتامینه، خب وقتی دیگه خب این چه چیزی داره آخر؟ ببین تو اون مقام تو اون کلاس تخصصی طرح سوال‌های پیش پا افتاد طبیعیه، ذهن طرف هم میبره به یه جایی که ابتدایی پاسخ بده که من بفهم خود من کمک کنه دیگه. خب بعد من یهو میبینم اون ابتدایی گفتن اون حالا کاملا تو تجربه تو عمل ممکنه منو نابود کنه. بله. یعنی نه که من حرفم منظورم اینه که حالا ما علاوه بر اینکه اینقدر به دور کشور حاشیه ایران نگاه نکنید، برید تو مهد قناری‌های دنیا رو نگاه کنید، اساتید که نمیتونید وارد کنید، برید کتاباشون رو ترجمه کنید، مقالاتش رو ترجمه کنید. آقا یک از خروجی‌های فدراسیون میتونه همین ارائه مثلا کتب علمی باشه، شما ببینید اون خارجی اونی که نژاد درست کرده، اونی که مهد قناری دنیاست، نظرش درباره اورنیتوز چیه، نظرش درباره این بیماریایی که امروز روز ما درباره نقطه سیاه چیه. وقتی ما میایم نقطه سیاه رو همینجوری با همین قول شما یک کاره بگیم آقا من نقطه سیاه دارم چیکار کنم، اون یه قفل میکنه. اونی که بدونه آخه من از کجا باید چی بدونم من کجا هستم؟ بعد من نوعی که از هیچی نمیدونم دقیقاً ما یه قطره فلان چی بنداز تو دهنش، ما هم به قول ما رو نمیدونم سریا بده، اینو بده، اونو بده خوب میشه. همین اطلاعات ندونستنا باعث شده که امروز روز بیان یه پیش زمینه‌ای و همه خروجی همه این کلیپ‌ها ساختن یه پیش زمینه میشه که فردا روز یه آدم با علم اومد
متوجه پرورش دهنده به ما پیغام دادن که به قول معروف این کلیپ هایی که ما مثلا سیستم تخفیه ما 3 ساعت در موردش صحبت کرد، باز سوال دارن، سوال مفهوم این سیستم پرورشی متوجه نمیشن. یعنی این خودش عمق فاجعه، یعنی سنت به شدت ضدیت داره با علم سیستم پرورشی رایج ایران که این اشتباه داریم میبینیم دیگه. خروجیش اینه دیگه، خروجیش اینه که هر سال داریم بدتر میشه. ولی وقتی که خودمون رو بروز کنیم، اصلا ذهنمون به جای برگزاری نمایشگاهی چیز باشه به عنوان 4 تا قهرمانی جهان اصلی بفرستیم. مسابقات اسپانیا چند روز پیش بود، چی داشتیم؟ کوه قنای رسمی ایرانی. چرا تو 15,000 تا 20,000 تا پرنده یه پرنده رسمی ایرانی جای نداره؟ اونم مدعی این هستیم که رسمی بعد ما تو چه بهترین فصلی؟ قناری دنیاست که البته هست. تو این فصلی که الان بهترین زمان همه داریم جوجه میگیریم، اونا مسابقه بودن. و این یعنی خود به خود ما خیلی جاهامون ایراد داره که باید ایشالله تو هدف هم برطرف این نکات، این درزهای ریز، این طرز فکرهای اشتباهی که به قول معروف ما رو سوق میده به انجام اشتباهات بزرگتر. یعنی چون نکته ریزا بفهمیم ایشالله اصلا به جای باریک نرسیم. ایشالله که اینجوری باشه. زنده باشه. بحث پرورش ما همه چی رو گفتیم، یه چیز رو نگفتیم که در مورد فلور روده استفاده کردن از پروبیوتیک ها، پریبیوتیک ها و آنزیما. مهمترین کلا اینا کلش یه طرف استفاده کردن از اینا که آیا اصلا پروبیوتیک باید استفاده بکنیم یا نه نباید استفاده بکنیم، داریم به حیوانمون ضرر میرسونیم. حالا در مبحث بعدی ان شاءالله در این مورد صحبت میکنیم. خیلی صحبت جذابیه چون نظریه یکی از بزرگان این صنعت اینه که قناری رودش استریله، یعنی هیچ باکتری وجود نداره، چه مفید چه مضر. هر کاری که اونجا انجام میشه شیمیاییه. یه چیز عجیبیه، باکتری وجود نداره پس چجوری هضم و جذب میشه؟ و این همه داریم توضیح دادیم شما، خودم خوندم آخرین جمله چی بود؟ روده پرنده استریل، باکتری وجود نداره. یعنی چی؟ پس این چجوری زنده است؟ این می‌خوایم یه توضیحات در مورد این بدیم. ما این همه توضیح دادیم که برسیم به اینجا که نقطه سیاه ایشالله طی چند سال رفت بشه. نه که این کارا رو انجام دادیم آقا ابراهیم ما این کارا رو انجام دادیم پس چرا جوجه‌مون هنوز داره میمیره؟ کی شروع کردی؟ امروز مثلا برج 12 جوجه‌مون در اومده. خب الان کیه؟ برج 1. چرا بازم جوجه داره میمیره؟ چرا بازم نقطه سیاهی داره متولد میشه؟ میگم داداش من دارم صحبت 7 سال میکنم، تو میگی چرا 1 ماه 2 ماه 3 ماه این کارهایی که گفتیم نتیجه نداد؟ بیماری خونیه. هر روز اگه یه سر سوزن از دیروز پرندت بهتر بشه یه قدم 1 ساله انگار برداشتم من پرورش دهنده تو این حجم عظیمی از بیماری‌ها که انشالله قسمت به اون درک برسیم دیگه. قسمت بعد حتما در مورد این صحبت میکنیم. حالا یه خورده بازم گریز میزنیم چون هر قسمتی میخوام صحبت کنیم باید یه خلاصه از اصلا همه بیماری‌ها اینا یه زنجیر، این قناری سیستم همه چیزش وصله. خوراکش، آبش، مکملاش، داروهاش همه مثل گفتم 2 سر الا کلنگ میمونه. باید تراز باشه که نتیجه بده. یک کمی بالا پایین باشه، وزن کم و زیاد باشه، این الا کلنگه تکون میخوره. همه چی باید ریز اونی که میخواد پرورش حرفه‌ای بده و موفق بشه، چه اونی که داره تو خونه یه دونه پرنده نگه میداره، این یه سری اصول است باید انجام بده. همه هم توضیح دادیم دیگه، فکر نکنم چیز خاصی دیگه مونده. تو اصول اولیه نه دیگه، به قول من دیگه یه سری آقا تخما رو چجوری جابجا کنی و اینا که پرورش دهنده که داره تو لول سالونداری و صحبت قهرمانی و اصلاح نژاد میکنه، اینا دیگه وارده به این چیزا. اصول نوردهی چه فصلی هست نیست همه هم توضیح دادیم دیگه. اصول تغذیه هم توضیح دادیم، اون کاری که تو سالن هم انجام میدیم و پرورش دهنده‌های بزرگ دنیا دارن این کارا رو میکنن هم توضیح دادیم. چیز خاصی دیگه ای نمونده، فقط یه فلور باکتریایی روده مونده که اگر هم باز ما اگه چیزی از قلم مونده تو قسمت‌های بعدی میگیم که به نظر من قشنگترین و جذابترین قسمتش همین قسمت آخره که
خیلی جذابتر از این قسمت، یعنی یافته هایی که پیدا کردیم رسیدیم به این آخریه، تازه فهمیدیم داستان از چه قراره. منی که میام میگم من یه فرمول پاکسازی درست کردم که از همه بهتر جواب میده، اگر ما اصول اولیه اسیدی کننده های آب و ضد عفونی کننده های خوراک و اسپری و اسفت و اینا رو استفاده نکنیم، بیایم مثلا صرف اینکه یه پودر پاکسازی یا یه ضد اپوکسیدیوس فلانی درست کرده جواب میده، همچین چیزی وجود نداره. بله. تا گوارش پرندمون رو اسیدی نکنیم، این کارا رو انجام ندیم، اینا جواب نمیدن. و تا اینا نباشن، به نظر من قسمت اول خیلی به قول معروف قوی تره، چون قسمت اول نباشه قسمت دوم رو همیشه باید استفاده کنیم با دوز بالا، آنتی بیوتیک های مختلف، پولاری های مختلف، اصلا یه وحشت داشت. ولی وقتی قسمت اول پیشگیری کننده ها رو استفاده کنیم، آب و دون و تهویه تغذیه نظافت دیگه، این ستا رو درست انجام بدیم، داروی پاکسازی رو خیلی با خیال آسوده‌تر، با خیال راحت‌تر، آنتی بیوتیک دیگه استفاده نمی‌کنیم، داروهای دیگه. نه این پودر پاکسازی هم یه چیزی بگم، حالا با این پاکسازی، با اون پاکسازی که تو قناری بازی جا افتاده، پاکسازی قبل از این پاکسازی یعنی پاکسازی نوک حیوان تا دم حیوان از هر گونه عوامل بیماریزا، انگلی، قارچی، اینایی که به قول معروف و افزایش سیستم ایمنی بدن، افزایش سیستم ایمنی که خروجیش اینه، منظورم خروجیش اینه حیوان آری از انگله، آری از عوامل قارچی و بیماری که ممکنه برش پیش بیاد به صورت عمده تو قناری بازی، بیماریایی که ممکنه درگیر کنه، یه سری بعضی بیماری تخصصی، داروی تخصصی که اون به تشخیصه، یعنی هم در گذشته هم الان گفتیم ما باید درزهای بیماری رو بگیریم. آقا ما قارچ ندارم، انگل ندارم، یه دونه مونده فقط گزینه‌ام باکتری و ویروس هم یکی دو تا بیماری ویروس هم، یعنی باکتریا باز اونا هم دستمندی دارن، یا تهش اینه که یه فصله میدی آزمایشگاه به قول معروف دقیقاً میگه کدوم خانواده باکتری ضعیف‌ترین ضد آنتی بیوتیکی مختص اون بیماری باکتری یا استفاده میکنیم، نه قوی ترین، نه مخلوط چند آنتی بیوتیک این چیزو استفاده میکنیم. چون قناری اصلا همین که تو بازار جهانی آنتی بیوتیک تخصصی قناری نیست، یعنی این به نظر من این پرنده جز نیازهاش نیست که نساختن. صنعت قناری 180 سال سابقه داروسازی داره، ساختن جمع کردن چون اصلا دیدن فروش نیاز نداره که باقی ماندهش تو محیط زیست. به خاطر همینا میگیم آنتی بیوتیکا رو جمع کردن، رفتن رو پایه گیاهی به اون لول رسیدن، خون حیوانشون به اون لول سلامت رسیده. ما الان نمیتونیم اون کار انجام بدیم، ما اول باید درمان بکنیم بعد بریم تو اون لول ها که تو این برنامه پرورش حالا نوینی که خودمون داریم، اولین نفرایی بودیم که داریم استفاده میکنیم و دوستان دارن استفاده میکنن و خدا رو شکر تا به امروز یعنی امسالش از پارسالش یه قدم بزرگ پیشرفت کرده. نه به لول 100% موفقیت، ما خودمون هنوز نرسیدیم، هنوز مونده، چون چند سال طول میکشه، قانونش اینه. رسیدیم به اونجا که خدا رو شکر دیگه نقطه سیاه نمیبینیم، نطفه مشکل نداریم، جوجه ها رو قشنگ زوم میدن، خدا رو شکر همه چی داره از سال قبل بهتر میشه، چون اصول رو رعایت میکنیم. اصول هم رعایت کنیم مشکلاتت حل میشه و جوجه کشی خوبی داری و ادامهش همه چیش میاد دیگه. آره منظور که این پودر پاکسازیه صرفا یه موقع اشتباه پیش نیاد که با پاکسازی قبل از جفتی که به قول معروف جا افتاده باشه. این پاکسازی به قول معروف حداقل تو سیکل درمان و پاک کردن بیماری خونه باید هفتگی یا 10 روز یه بار تکرار بشه و S76 تکرار داره، کوکسیدیوس تکرار داره، این پودر پاکسازی ما هم تکرار داره، اصلا خود رونیدازول هم تکرار داره شرکت دار. تریکوپلاس این مارکایی که میگم چون بچه‌ها میشناسن دارم بله. تریکوپلاس هم تکرار داره، هر روز میدی، هر هفته 3 روز تکرارش کی انجام میده؟ بله. یا کوکسیژل تکرار چون جزء خانواده انگلیان دیگه، کلا انگلا جلوشون رو نمیشه گرفت. ایران بالاست، ما مجبور شدیم یه دوره ترکیبی درست کنیم، چند سال آزمایش کنیم، به یه نتیجه برسیم و استفاده کنیم. دیگه اونا جوابگو نیستن چون خارجی‌ها بیشتر تو فاز پیشگیرانه تا درمان.
پرنده بردیم آزمایشگاه، قارچ داره، مایت داره، باکتری داره، همه چی داره. پرورش دهنده خارج از کشور هم دارن این دارو رو استفاده میکنن حالا به اون لول میرسیم بعدا. برای میگم معرفیشون انشالله. فعلا انشالله این مرحله رد بشه، این سیستم پرورشی اصولی انجام بشه تا انشالله قسمت بعدی ما در مورد پریبیوتیک ها و آنزیم ها در حد توان عقلی خودمون صحبت کنیم. تشکرم میکنم از همه بیننده ها. خواهشم میکنم دوباره از اینکه اونایی که دستن در کارن، اونایی که بلد این کارن، اونایی که از نظر علمی از من حقیر، از دوستانی که دارن زحمت میکشن پیشنهادی دارن، انتقادی دارن، کارمون اشتباهه، اینجا رو شما به این دلیل اشتباه گفتید، خواهشاً حالا یا تلفنی یا جلسه یا هر کمک کنیم دیگه، کمک کنیم به این صنعت که همه موفق باشیم. چون به قول یکی از بزرگان چراغ همسایه روشن باشه خونه شما روشن میشه. دلار خونه شما روشنه. این خیلی نکته مهمیه. خداحافظی میکنیم از دوستان. بنده باشین. وقتتون بخیر. سالم و سرحال باشه. خدا نگهدار شما. خدا.